یادش میگیره. دالشه شما با فینانس پلان برکار. من شما با سه تا سوال میتیم. همه سوال شما خلاصه کنید. خب نویسید проверка финансового интеллекта. چه علم مالی خودمون سنجش میگذاریم. проверка финансового интеллекта. یکم سوال من دقت از همون دقت شما تا همین روزه مثلا کار میکردید باز گوش کردید بعد مینویسید تا همین روزه شما کار میکنید یک کس زیادتر یک کس کمتر درآمد داره درست همین پولی که درآمد کردید شما همین پول سیرانو یگون جا ولاژیت کردید یا خریدید یگون چی یا یگون جا ولاژیت کردید شما همین پول خط یگون کار کردید که آخه یا نه так یکم سوال ما همین که همون چیزی که شما همین پولاتون بخریدید یا که همون چیزی که پولاتون کجا ولاژیت کردید کدام همین چیزها شما با حاضر درآمد آورده استفاده نه اونجا دفتر بنویسید این خیلی نویسید از همون چیزهایی که من پولام خراجات کردم از همون چیزهایی که من پولام خراجات کردم کدام همین من با درآمد آورده استفاده است کدام همین من با درآمد آورده استفاده است شما با درآمد آورده است یکمتر این یکم نشونه دوم سوال همه خیلی پولی که سال من نگاه کنید همه خیلی نرسید سال گذشته پولی که در دست من بود پولی که در دست من بود من همین پول رو داشتن توانستم تا حاضر یا نه این مسئولش این که همون پولی که سال گذشته در دستتان بود حاضرم همون پول در دستتان هست یا نه نگاه داشته توانستم یا نه بله همون پول نگاه داشتن توانسته یا نه یک سال پس اطلاع جوابش هم نویسید اما کاغذ با چی نویسید جواب با؟ نه تنزنه فهمیده استاده؟ سیوم имуществе که من خریدگی هستم имуществе که من دارم تا چی اندازه لیکوید نه هست تا چی اندازه لیکوید نه هست خوز میفهم تا چی اندازه لیکوید نه هست لیکوید نه گفته چیزه میگون لیکوید نه همون چیزه که تیز پول به تبدیل داده میشه همون بایدره که شما جمع کرده همون چیزهایی که شما داره تا چی اندازه تیز پول به تبدیل دادن میشه دلار فهمیدنه؟ چهارم کپیتالیزاسیون من کپیتالیزاسیون تویست همون ثروتی که شما حیاتتون صرف کردن общий ثروتی که شما جمع کرده حالا کپیتالیزاسیون میگیم ما حالا زیاد شده استاده است یا نه من مثال общий состояние شما 2 سال پیش چقدر بود حاضر چقدر است 5 سال پیش چقدر بود حاضر چقدر است حالا میگیم ما کپیتالیزاسیون همه اکتیو بود و همون چیزی که ریال پول به تبدیل دادن میشه همه کپیتال میگویم همه زیاد شده استاده است یا نه انمی 4 تا سوال با
شما پستایانه دائما جواب دادن کن در کار. وقتی که همین 4 تا سوال دائما کنترل بگیرید وقت ثروتمند میشه. یکمش چی بود؟ همون چیزی که من گرفتم پولم چی به خراجات کردم همه درآمد آوردن است یا نه؟ значит همه رو سر کردن فقط پولتون همون جا باید به شما خراجات کنید که چی بیارد شما با؟ درآمد. چیزی که درآمد نمیبیارد باید شما پول نمونه. باید پول نپرتید شما جا. همون چیزی به خراجات کنید که درآمد میبیارد. دویمش چی بود؟ پولی که سال گذشته در دست من بود تا به این روز من همه نگاه داشتن توانستم یا نه؟ بسیار آدمان اینه کردن نمیتون. سهمش چی بود؟ همون بایگری که من بحث، ثروتی که من بحث همه تا کدوم درجه لیکوید است. دوست آسان است پول کردن. بعضی آدمان زمین خریدگر یک همون پول به فروختن نمیتون یا خانه خریدگر همون پول به فروختن نمیتون. значит کپیتالیزاسیون کلان شد یا کم شد؟ کم شد. ماشین خرید ماشین کهنه میشه یا نو میشه سال از سال؟ کهنه میشه. نرخش پس پرومداد میگیره. کی من فهمید؟ همه رو سر کردن همین 4 تا سوال که از من شما گفتم شما باید که دائما کنترل کنید. هر سر 2 ماه 3 ماه کنترل کنید. هر سر سال اگر شما همه چیز کنترل کرده استید روزش میرسد که شما میبینید که چی در پول میبینید. خدماتون میخواهید که ریال ثروتمند باشه. یکم کاری که شما باید فهمشتون با جا کنید. فهمشتون با جا کنید. خودتون اوبیدیت کنید. خودتون مجبور کرده باور کنید. شما باید که هر ماه درآمدتون $10,000 زیاد باشه. حاضر این گفت که من گفتم گفت به من دور میتوان نظر شما با نسبت ریال نسل حیات شما درست یا نه؟ ریال نسل حیات شما با 10,000 سامانه و کی میتوان tak؟ نیک شما باید که همین با باور کنید. یگونه آدمی که شما با یاردم کردن میتونه این خود شماه. دیگر یگون کسی دیگر یاردم کردن شما با نمیتون. شما باید که با تکرار میکنم ایمن همین روز همین درس وقتی که این در میبروده خانه با بین شما با 2 ویبرای یکم ویبر شما قرار قبول میکنید که من ثروتمند میشم و انشاءالله بین 3 سال 5 سال با هر ماه درآمد من $10,000 زاید میشه. شما همین قبول میکنید و رنگ آدمی نه برآمده میبرید. یا که دویم ویبر شما میگید که این من همین چی خیلی کس همون خیلی میمونم. اینم اختیار شما، اینم ویبر شما. هر چیزی که شما ویبر میکنید خداوند شما با قوت میدهد که هوای شود. وقتی که شما ویبر کردید و گفتید که این حیات من به این خیر نمیشه مشکل من به زیاده است значит شما همون با ویبر کردید. значит شما دسترازی و سخیخی و بزرگی خداوند من باور نداره شبهه داره. برای همون شما باور نمیکنید. برای همون شما باور نمیکنید خداوند تنده است. مایلش بعضی شما نماز میکنید. لیکن значит شما صدقاً از درونتون باور ندارید. وقتی که اینا فکر میکنید شما حیات گذشتهتون فکر کردن خلاصه برآورده استادید که من با گذشتم که نبود ممکن که نمیشه. شما باید از گذشتهتون خلاصه نکنید. شما باید خلاصه کنید همون آدمی که شدن میخواهید. چرا که برای شخصی که شما شدن میخواهید وای تواناتر است نسبت به شخصی که شما دیروز بودید یا امروز هستید. وای شخصی که شما آرزو دارید که شما وای فکرانش دیگر وای توانای. برای ما همینجا که برآمدید شما باید که یکمین کاری کنید شما ریشه قبول کنید. شما پراست و ریشه قبول کردنتون در کار. ممکن که حاضر شما لوگیکای شما عقل شما نمیگیرد که نه چخیر ساختن میتوید
نگه شما رشین قبول کردن گیرید من باید همین کار یاد برم من باید همین کار کنم من با همین چی در کار من با همین چی ضرور خودتون همین فکر کلتون با جو کنید وقتی که همین فکرتون با جو کرده اگر من سیستم یاد میتیم وقتی که سیستم کردنش سر کرده یک بار نمیشه دو بار نمیشه سه بار با کمک میشه و چهار بار پنج بار کمک میشه شما خودتون بیخبر میمونه اگر که همین پستایم نکردن میره چه خیلی همون برفته میرسه خودتون بیخبر میمونه یک تا سوال میبارم 2.5 سال پیش از این تا که 3 سال شد یک تا بچه شاگرد من است درسم آمد تاشکند با بیزنسمنه 6 سال باز بیزنس رو بود بعد گفت که دقت کنید گفت که استاد من میخوام میلیونر شم همین دوستی من با 27 تا میلیونر بود و گفت که من انشاءالله استاد 28 مش میشم من گفتم رشین قبول کن تو باید رشین قبول کنی معنی سرت با خودت میلیونر بینی ویدینی خودت با تو باید همه چیزا خودت قبول کردن توی وقتی که بعد من انالیز کردم بیزنسش رو میدونه چند پول بود 74,000 دلار من روز 14 و 15 تشکیل بودم روز 10 تا 15 همین بچه روز 13 پیشم آمد 2.5 سال شد تاکی 3 سال 2.5 سال تشکیل 2.5 سال همین بچه پیش من اومد میدونه چی گفت؟ گفت که استاد من میخوام که شما رحمت کن شما که پول نیست تو بیزنس اچوت همین همش حساب کرده برامدن پول نی کپیتالی که بیزنس با عبارت با هست 1,50,000 کی فهمید؟ فهمیدنه؟ گفت من 28 شدم نتوستم من گفتم نباشد تو 33 بوده میشه من گفتم قندت زن بچم تو 34